باش آقا، اومدیم با ویدیو امروز این هفته اینجوری یه ماچتون کنم. اول آقا جان من دورتون بگردم، ببین نگاه بذار قلبمو در بیارم. بیا بر شما. خب امروز ویدیو از چه قراره آقا جان؟ با خاله شهاب ویدیوهاشو ببینیم آقا چیکارا کرده تو این چند سال، اصلا چیکارا کرده کی اونو بالاخره ببینیم که چی به چی. مثلا خبرم اومده که تازگی ازدواج کرده و فلان و بیسار، کلی حواشی و چرت و پرت و آدم و حجم بزرگ و بچه‌ها اصلا یادتون نره راستی اول ویدیو، وسط ویدیو، آخر ویدیو چک کنید ببینید لایکاتون نپریده باشه. من حمایت کنید، سابسکرایب هم کنید. مثلا سابسکرایب هم کنید بدم 1000 تایی بشم. من با انرژی الان 2 سال اینو زدم هنوز 1000 تا نشدم. سابسکرایب بزن، عشق من ایجاد اینجاست. بذار یه بار دیگه قلبمو در بیارم. بریم سریعتر سراغ ویدیوها که ببینیم چی به چی. آقا جان چی الان قراره ببینیم؟ خاله شهاب دورش بگردم من. تو چی دارین از ما پخش میکنیم؟ امروز شب عروسی ماست، با شرف شوهر من بازی نکنیم. من شرف دارم. تو تنها چیزی که نداری کی؟ ازگل حالم ازت به هم جدی اصلا، یعنی دلم میخواد تو رو یه جا گیر بیارم ببرمت پشت دیوار سفت. اگه یه روزی من و زنمو تو خیابون دیدین چیکار میکنین؟ یک میگه وای شهاب و نانا. دو این چشخوره به من و زنم میره دیگه. ای سه خودتون بگید. خب بیان تصور کنین که من شما رو بیرون دیدم. وای چه کون. ببین نه خب مثلا من شما رو ببینم خوشحال میشم دیگه. دور چیزاتون بچه ها برام خواستگار اومده. آقا مگه برعکس نبود؟ مگه ما نباید میرفتیم خواستگاری اینو؟ بریم ادامه ویدیو رو. به من واقعا عاشق مادر عروسم. وجنات خالص جیگر اصلا نمونه بود. یک شما میخواین ازدواج کنید؟ ماما مگه میخوای شوهر کنی؟ مامان کد چربالم ردیف کن، همین الان میریم خواستگاری. دوستان مامانم منو با یه ملاقه یه جوری. خب من یه بیوگرافی هم از این شهاب جون برم. ببینید نام اصلی او شهاب مرتضی غفوریه. مرتضی الغفوری. من عربیم ریده متاسفانه، عربی رو پارسالم افتادم. متولد 20 مرداد 1379. از کودکی در کویت اقامت کرده، الان در استانبول به سر میبره. مادرش ریشه عربی داشته. مادر تو گای. نام عربی شهاب ملح جون ملح. محل تولدم ایران بوده، ساکن کویت هم بوده. یه مدت هم با اون شیما کاتب ویدیو میگرفت. فعالیتش متاسفانه ریدم تو اون 94 سال 1394 بوده و بیوگرافی بیشتری در دسترس نیست. بریم ویدیو بعدی از شهاب جون. Why are you gay? مامان خدا اینجوری میکنه منم گریه میکنم. مثلا ناراحته دیگه فلانه بذار. من میدونم اون اشک شوقه. این اصلا الان بری خواهر عروسا نگاه کنی، اصلا ما درجه 1 مامان دیگه. اصلا این واقعا رو دستت مونده بود به نظر من مادر. بیبی این رو دستت مونده بود. به نظر من اشک شوق بود، یعنی گفت من اینو فرو کردم به شهابم که کلا همه توش فرو میکنه. دارم با خانواده زنم میرم بیرون. به کی؟ سلام من نه شما از اینجا تو سر من هست. من خواهر عروسم. بازم به کی؟ من خواهر عروسم. بازم به کی؟ خود عروس شهاب. بازها به کی؟ ببینید بذارید من براتون توضیح بدم. اولا اینکه جون به خودت اصلا خوشبختی عزیز من، دورت بگردم ما چی کردنیم؟ Why are you gay? سوال بپرسید که مثلا این بلاگرها مثلا الان نگار عشق ابدی بود،
مثلا چرا اومده با این ویدیو بگیره؟ بلاگرها اینجوری ان، برای ویو مثلا ما هم میرم ویدیو میگیرن این چیزا. فکر کنم اکثریت بدونید این داستانا چی به چیه، فقط برای ویوه. نوشته با زنم و مادرش، مادر عزیز من این چون جاتون رو سر بنده، نوشته با زنم و مادرش داریم میریم شام، ولی مادر زنم میگه که شهاب یه چیزیش کمه ولی مطمئن نیست. ولی به نظر من مطمئنه، یعنی اصلا اون مطمئنه که تو اصلا نگاه کن نداره. من مطمئنم این من که میدونم تو نیستی. چی نیستم؟ چی معلوم چی نیستم؟ او منم میدونم تو نیستی دیگه، اصلا همه میدونن تو نیستی دیگه عزیز من. تو نداری آقا جان. اون بعد آهنی تو نگاه، خدا شاهد. بابا مادر بزن اینو ببره، یه شر از سرت کم میشه. ما خب زندگی بسازیم، این دختر به کار ما نمیاد، بذار بره. درسته مادرم اجازه نداد بیام خواستگاریتون، ولی من هر شب خواب شما رو میبینم. خرجتون میدم، من فهمیدی یا نه؟ خرج منو دادی، پول منو دادی، پول خواهرامو دادی، بابا شهاب خودت پول میگیری، پول اینا رو بیار بده. الو سلام عزیزم. چطوری خوبی؟ کی این عکس چیه؟ این عکس چیه پخش شده؟ با کی تو؟ این کیه؟ پسره که بغل شده غذا می خسته شدیم به حضرت عباس، زنت هم مثل خودت جن. سوالایی که از ما میپرسین. کدومتون خانومید؟ معلومه ایشون خانومه. من خانم میشم. این چه زنیه؟ این چه قیافه‌ای داره؟ مامانه از این خوشگل‌تره. من خوشگلم. چجوری با هم آشنا شدین؟ اولین باری که دیدمش من خوشگل را میرم، شب و صورتی پاش بود. جون صورتی دوست دارم. Why are you gay? فردا عروسی مادر بزرگمه. این شام عروسیه. شب قبل عروسی خیلی خوش گذشت. مامان نگار ما را دعوت کرد، یه شام خوشمزه داد. چه مادری، به به به، چه غذایی. ببخشید. تو خودت باید بگن جون چه پسری. اصلا من نمیفهمم به مادر نگار چیکار داری. خودت یه پا جونی جون. امیر آب گرمه یا سرده؟ قبل از اینکه بیای توش سرده ولی میاد توش گرمه. فکر کنم به خاطر گرمای وجود توه. عزیزم همه میگن خیلی خونت گرمه، با همه معاشرت میکنی، همه حرف میزنی. خون گرمم. جون عروسک. اینطوری عربا کلا خون گرمه. بله. شاب تو عربی؟ مامانم. مادر تو. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردید لطفا لایکش کن، زنگوله رو فعال کن و حتما کانال رو سابسکرایب کن که به 1000 تایی برسیم ان شاء الله به تو فوق العاده الهی. تا ویدیو بعدی بمونید.